چرا وقتی ما موعظه میشنویم ایمانمون رشد میکنه؟ چون کلام به خودی خود قدرت چی داره؟ رشد دادن داره. مثل شیر مادر. شما دیدی بچه شیر مادر میخوره خود به خود چی میشه؟ رشد میکنه. چون تو این شیر چیزی وجود داره که وقتی بچه بخوره باعث رشدش میشه. و کلام خدا میگه ما مثل نوزادان باید مشتاق خوردن چی باشیم؟ شیر روحانی. یعنی چی؟ کلام خدا. وقتی ما کلام خدا رو میشنویم، کلیسا میایم، ایمان از شنیدن، بشنویم، هی چی میشیم؟ رشد میکنیم و بیشتر رشد میکنیم. برای همینه که میگه ایمان از شنیدنه. و وقتی میگه شنیدن یعنی یک فعل استمراریه. استمراری یعنی چی؟ دائم شنیدن. نه اینکه یه بار شنیدم کافیه دیگه. من یه بار شنیدم. ایمان تو چی رشد میکنه؟ دائم شنیدن. چون کلام خدا مثل این زمینه خودش به خودی خود باعث رشد دانه میشه. به خاطر همین عزیزان کسایی نجات پیدا میکنن که در قلبشون قرار بگیره که کلام خدا رو چیکار کنند؟ بشنوند. برای همین میگه هر که گوش شنوا دارد بشنود که روح به او چه میگوید.